چقدر آیا اقلیم فشارهای ای که مثلا عربستان فشار بالای امریکا وارد میکرد در قسمت نادن تیل، اگر خواستایش قبول نمیکرد، یا موضوعات از این قبیل هم شامل از این دلایل بود یا خیر؟ خب ببین، در کل من مطمئن هستم خب که نفت و گازی که عربستان دارن نهایتا تا 10-15 سال دیگر بیشتر نمیچله، چون همه دنیا به این باور رسیدین که با این نفت و گاز و ذوق‌آسنگ ما فقط لایه اوزون رو سوراخ کردیم و گازات گلخانه‌ای را زیاد کردیم. و دقیقاً همین بحث هم سر از همین است که بعد از سال 2020 و 2021 همه دنیا به این توافق رسیدن که باید بریم به طرف تکنولوژی سبز و تکنولوژی سبز بدون برق، بدون بطری و مشخص بدون لیتیوم ناممکن است. با مو خاطر من میگم که پادشاهی دنیای عرب به زودی تمام میشه و خودشون هم متوجه این مسئله شدن و دارن سرمایه گذاری خود تغییر میتن به طرف کارهای دیگه. بله، که یعنی میفهمن که دیگه دوره نفت رو به پایان است.